آقایان و کوچولوهای نازنین، روز بخیر. به پرواز شماره 415 از فرودگاه سابیا گوکچن استانبول به مقصد فرودگاه عدنان مندرس ازمیر خوش اومدید. تا چند دقیقه دیگه هواپیما بلند میشه. البته قبلش موضوعی هست که باید بگم. مسافر صندلی 40C خانم گونش یه امانتی دارن. اگه تشریف دارن کافیه دکمه سبز بالای سرشونو فشار بدن تا امانتیشونو تحویل گیرن. گفت گونش؟ مگه روی این صندلی گونش دیگه ای هم داریم مامان جون؟ نفهمیدم باید چی کار کنم؟ دکمه رو بزن. یه آقای خوشتیپ اینو برای شما فرستاده. وای مامان چه خبره؟ اما آخه این چیه؟ باورم نمیشه. ممنونم. اجازه میدی عضوی از این خانواده دوست داشتنی بشم؟ وای مامان خب یه چیزی بگو، مثلا بگو بله. این نقش نازلی بود. مامان یه چیزی بگو دیگه، ببین همه منتظرن. بگو بله، قبول کن، قبول کن، زود باش. بله. وای خدایا شکرت. مبارک باشه. تبریک میگم. متشکرم. مادرم به خاطر من ازدواج میکنه. من نمیدونم خوشحالم یا نه، اما مهم نیست، چون که مادرم خوشحاله. منم میتونم خوشحال باشم. فکر کنم بزرگ شدن یه همچین چیزی. بعضی وقتا به خاطر عزیزامون گذشت میکنیم. دوست داشتن چیز عجیبیه. گونش، من نازلیم. باید باهاتون حرف بزنم. چیزی شده؟
dikenimden güllerim uyansın bahçelerimde. O gel öyle bir yapansız ellerim yansın ah ellerimde. Arsız firar düş yollarıma densiz ben kaldım viran. Geçmez bu ömür sensiz, bu dağlar taşlar şahidim olsun.